سلام، حتما شده که تا الان وقتی اسم جزیره رو توی ایران میشنوید فقط به کیش و قش فکر میکنید. اگه اینطور فکر کردید باید بگم جزایر ایران فقط به این دوتا ختم نمیشه. توی کشور ما کلی جزایر عجیب و غریب وجود داره که شاید تا حالا اسمشون هم نشنیده باشید و هر کدومشون یه دنیای شگفت‌انگیز دارن. اگه دنبال ماجراجویی و دیدن جای بکر و متفاوتی تا آخر این ویدیو با من همراه باش. بریم سراغ جزیره ها. اول از جزیره ابو موسی شروع میکنیم. جنوبی ترین جزیره ایران که شاید اسمش رو شنیده باشید ولی کمتر کسی از جزئیاتش خبر داره. این جزیره 12 کیلومتر مربع مساحت داره و اکثر مردمش ایرانی هستند ولی یه اقلیتی اماراتی هستند که اونجا زندگی میکنن. به خاطر نزدیکی به خط استوا هوای ابو موسی خیلی گرم و شرجیه و جالبه بدونید که آب دریا توی این جزیره بسیار زلاله. پس اگه دنبال یه جای خاص و آروم هستید ابو موسی گزینه خیلی خوبیه. حالا میرسیم به جزیره لاوان که از مهمترین جزایر نفتی ایران به حساب میاد. مساحتش 7.5 کیلومتر مربعه و از نظر جغرافیایی بعد از کیش دومین جزیره بزرگ هرمزگانه. اکثر ساکنان اینجا کارمندای شرکت نفت هستند ولی چیزی که این جزیره رو خاص میکنه نزدیکیش به بندر مقام و منابع غنی نفتیشه. جزیره بعدی جزیره مارو یا همون شیدور هست که به خاطر مارهایی که زیر ماسه‌های سفیدش قایم میشن به این اسم معروف شده. یه جای کاملا متفاوت و آرامه. این جزیره خیلی کوچیکه و امکانات رفاهی زیادی نداره ولی یه قلعه تاریخی پرتغالی ها اونجا وجود داره که میتونید ازش دیدن کنید. جالبه بدونید که اینجا محل افسانه عشق هندو و راوی بوده و حال و هوای خاصی داره. جزیره بعدی هندورابیه که خیلی ها امیدوار بودن مثل کیش و قشم توریستی بشه. حتی یه فرودگاه هم اونجا ساختن ولی این اتفاق نیفتاد. با این حال این جزیره آروم و بی دردسر با تاریخچه پرتغالی هاش و طبیعت بکرش هنوز هم برای یه سفر خاص و متفاوت عالیه. جزیره بعدی جزیره سیری یا همون راس مثل اسمش جزیره مرموز و کمتر شناخته شده است. مساحتش 17 کیلومتر مربعه و تقریبا ورود بهش برای عموم ممنوعه. کاربرد اصلی این جزیره بیشتر نظامی و نفتیه و فقط کارکنان شرکت نفت میتونن بهش رفت آمد کنن. جزیره بعدی جزیره تنب بزرگه. اسمش از کلمه تپه گرفته شده و یکی از استراتژیک ترین جزایر ایرانه. با وجود خشکی و شنهای زیاد این جزیره اهمیت بالایی داره و بخشی از اون در اختیار نظامی هاست. جزیره تنب کوچک هم تو نزدیکی همین جزیره تنب بزرگه و مثلثی شکله که بیشتر به خاطر نزدیکی به بندر لنگه شناخته میشه. حالا بریم سراغ جزیره خارک که بیشتر برای ذخایر نفتیش معروفه و در شمال خلیج فارس قرار داره و البته جزیره شیف که در سواحل بوشهر واقع شده و یه درخت بزرگ داره که تبدیل به نماد جزیره شده. قبل از اینکه جزیره بعدی رو بگم اگه تا اینجای ویدیو از ویدیو لذت بردی حتما اون رو لایک کن و چنل رو سابسکرایب کن. خب بریم سراغ آخرین جزیره‌ای که قرار ازش بگیم. جزیره هرمز. جزیره‌ای که به خاطر کوههای رنگین کمان و خاک خوراکیش معروفه. خاک این جزیره تو غذاها، نونها، ترشی و حتی مربا استفاده میشه. از همه رنگ‌ها مثل زرد، قرمز، نارنجی و آبی گرفته تا سفید و سبز رو میتونید تو این جزیره ببینید. اگه عاشق طبیعت و تاریخ هستید، دره رنگین کمان و غار سکوت با بلورهای نمکیش بهترین جاها برای تجربه متفاوت و آروم هست. خب دوستان، دیدید که جزیره‌های ایران فقط کیش و قشم نیستن. این جزایر مرموز و بکر هر کدوم دنیای تازه برای کشف کردن دارن. پس از این به بعد وقتی صحبت از جزیره شد به جزایر مثل هرمز، مارو و نخیلو هم فکر کنید. حالا شما دوست دارید کدوم یکی از این جزایر زیبا رو ببینید؟ حتما برام توی قسمت کامنت ها بنویسید.
خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودی. اگر از ویدیو لذت بردی لطفاً اون رو لایک کن، چنل رو سابسکرایب کن و زنگوله رو هم بزن تا ویدیو بعدی رو از دست ندی. تا درودی دیگر، بدرود.